سمیرا چند تا تغییرات بزرگ براش در راهه. رایز به شکل بزرگی داره باف میشه، در حالی که گارن داره اصلاح میشه تا از این بعد به جای کریت بروزر ببنده. در حال حاضر 16 تا چمپیون داریم که برای پچ 25.11 دارن تغییر میکنن. بنابراین مثل همیشه ما برای شما این تغییرات رو توی این ویدیو آوردیم تا از این آپدیت که هفتم خرداد ماه قراره لایو بشه اطلاع داشته باشید. برای این پچ تنها یک آیتم قراره تغییر کنه که اون هم هورایزن فوکس هستش. اگه پچ‌های قبلی ما رو دیده باشید مطمئنا در جریان هستید که این آیتم نرف شده بود و حالا رایت گیمز توی این پچ باف‌هایی رو برای این آیتم در نظر گرفته. گلد این آیتم از 2900 تا گلد به 2800 تا گلد باف شده و ای پی این آیتم هم از 110 تا به 115 تا باف شده. خب اولین نفری که توی لیست باف ها هست اشه که حالا میتونه کیوش رو روی تاورها هم استک بکنه. دایانای جانگل داره یه باف برای سرعت کلیر کردن جانگلش میگیره. پسیو کلیو مانستر دمیج این چمپیون از 225% به 260% باف شده. رنگار قراره به یک شکل بسیار ساده باف بشه. قراره آر رنگار از 110 اسکیل به 90 به 100 اسکیل به 80 باف بشه. دمیج کیو رایز در برابر چمپیون هایی که با ایش مارک شدن از 10 اسکیل به 100 به 25 اسکیل به 100 باف شده. به جز اینها دمیج دبلیو رایز هم از 80 اسکیل به 200 به 70 اسکیل به 190 نرف شده. با وجود پلی ریت بسیار پایینی که سیویر داره اما جایگاه خوبی بین ADC ها داره و ضعیف نیستش. بنابراین با این باف ها باید حواستون به این چمپیون باشه. دمیج دبلیو سیویر از 30 اسکیل به 50% به 40 اسکیل به 50% باف شده. با وجود اینکه دمیج این ابیلیتی توی مکسش تغییر نکرده اما شما هم دبلیو رو به عنوان ابیلیتی دومتون مکس میکنید. بنابراین این باف قراره کمک بزرگی برای این چمپ باشه. یک باف برای تویستد فیت داریم. دمیج کیو تویستد فیت از 60 اسکیل به 240 به 70 اسکیل به 250 باف شده. تویچ AP قراره برای این پچ باف بشه. AP ریشیو پر استک ای تویچ از 30% به 35% باف شده و همینطور مکسیموم AP ریشیو ای هم از 180% AP به 210% AP باف شده. آر اودیر توی حالت فینکس استنس قراره باف بشه. بیس دمیج به ازای هر بیسیک اتک از 10 اسکیل به 30 به 10 اسکیل به 40 باف شده. به جز اینها AP ریشیو به ازای هر اوتو اتک هم از 30% به 35% AP باف شده. خب اولین نفری که توی لیست نرف ها هستش چوگفه. چوگف توی پچ قبلی از اون چیزی که رایت گیمز انتظارشو داشت قوی تر بیرون اومد. این نرف قرار یک نرف آرمور باشه. بیس آرمور چوگف از 5 آرمور به 4.5 آرمور نرف شده. الیس قراره برای این پچ یک نرف کوچیک دریافت کنه. پسیو آن هیت AP ریشیوی این کاراکتر قراره از 20% به 15% نرف بشه. رایت گیمز داره بافی که توی پچ 25.6 به لوشن داد رو ازش میگیره. کولداون ای لوشن از 16 اسکیل به 14 به 18 اسکیل به 14 نرف شده. رایوت بالاخره متوجه باف بیش از اندازه اسمولدر توی پچ قبل شد و این پچ قرار اسمولدر نرف بشه. اچ پی ریجن اسمولدر قرار از 4.5 به 3.75 نرف بشه. به جز اینها آرمور اسمولدر هم از 26 به 24 کاهش پیدا کرده. ایتراکس قرار کلی ادجاستمنت برای این پچ دریافت کنه. پسیو دمیج ایتراکس از 14 اسکیل به 12% مکس اچ پی به 4 اسکیل به 8% مکس اچ پی نرف شده. سویت اسپات دمیج کیو ایتراکس از 160% به 170% باف شده و مدل دمیج دبلیو هم از ماجیک دمیج به فیزیکال دمیج تغییر کرده. بنابراین به صورت کلی اگه بخوایم بگیم این تغییرات ایتراکس پلیر هایی که میتونن کیوشون رو استفاده کنن رو بهشون قدرت میبخشه. آنی از زمان بافهاش توی پچ 25.09 هنوز جزو قدرتمندترین میدلینر هاست. بنابراین رایت گیمز توی این پچ چند تا نرف برای آنی در نظر گرفته. بیس آرمور آنی قراره از 19 به 23 نرف بشه و همینطور آرمور گروث آنی هم از 4.7 به 4 نرف شده. دمیج دبلیو آنی از 70 اسکیل به 270 به 70 اسکیل به 250 و همینطور AP ریشیو دبلیو هم از 85% به 80% نرف شده. رایوت کلی تغییرات برای گرن توی این پچ به صف کرده که الان قراره به همش بپردازیم. دمیج ریداکشن دبلیو گرن قراره از 30% به 25 اسکیل به 41% باف بشه. کولداون این ابیلیتی هم قراره از 23 اسکیل به 15 به 22 اسکیل به 12 باف بشه. این باف های دبلیو تقریبا یک شمشیر دولبه است. از اون سمت کوست کپستون یا همون 10% توتال آرمور و ماجیک رسیستی که میگیرید قراره کاملا حذف بشه. بعد از اینها ای گرن رو داریم. AD ریشیو به ازای هر اسپین ای گرن از 36 اسکیل به 40% AD به 36 اسکیل به 44% AD باف شده. بیس کریتیکال دمیجش از 150% به 140% نرف شده. اینفینیتی اج کریتیکال دمیجش هم از 40% به 32% نرف شده.
کولداون این ابیلیتی از 9 ثانیه به 9 الی 6 ثانیه باف شده. در کنار اینها ریکست کردن این ابیلیتی هم کولداون باقی موندهش رو قرار نیست کم بکنه و همینطور 150% دمیجی که به نان اپیک مانسترهای جنگل میزد رو هم قرار کاملا از این ابیلیتی بردارن. دمیج آر گرن هم قرار از 150 اسکیل به 450 به 150 اسکیل به 350 نرف بشه. به طور کلی این تغییرات گرن رو به سمت بیلد بروزر هول میده و از سمت بیلد کریت دور میکنه. رایت گیمز چند تا تغییر برای کسدین در نظر گرفته. بیس آرمور کسدین از 19 به 21 نرف شده. دمیج ای کسدین از 60 اسکیل به 180 به 70 اسکیل به 190 باف شده و بعد از اینها AP ریشیو پر استک آر کسدین هم از 10% AP به 7% AP نرف شده. باید بگیم تغییرات جذاب این پچ برای سمیرا هستش که ممکنه باعث تغییر اولویت بیلد سمیرا بشه. لایف استیل افکتیونس کیو سمیرا از 66% به 80% باف شده. بونس ایدی ریشیو به ازای هر هیت دبلیو سمیرا از 60% بونس ایدی به 50% بونس ایدی نرف شده. و در نهایت لایف استیل افکتیونس آر سمیرا از 50% به 80% باف شده. بنابراین با بالا رفتن قدرت لایف استیل توی ابیلیتی های سمیرا باید حواستون به آیتم بلاد برستر باشه. خب بینندگان عزیز، این تمامی تغییراتی بود که قرار 7 خرداد ماه لایو بشه. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا دیدار دیگر، بدرود.